وقتی انرژی رو توی یک نقطه متمرکز میکنی، قدرت و شدتش بالاتر میره. هدف این کار رو با انرژی ما میکنه. اگر اهمال کاری میکنیم، اهدافمون رو اونقدر عقب میندازیم که فرصت رو از دست میدیم و اگر تصور میکنیم که برای رسیدن به هدف انرژی و امکانات و شرایط مناسبی نداریم، همه اینها فقط یک دلیل داره: هدف برای ما تبدیل به وسواس فکری نشده. چطوره که وقتی یک هدف داریم که برای رسیدن بهش حاضریم هر کاری انجام بدیم، حاضریم 5 صبح از خواب بیدار شیم و براش کارهای سختی انجام بدیم؟ دلیلش اینه که اون هدف به نوعی وسواس فکری تبدیل شده. یک کودک برای رسیدن به اهدافش وسواس داره، پیگیری میکنه و تا رسیدن به هدف دست از تلاش بر نمیداره. اما افراد بزرگسال به دلایلی که در ادامه ذکر میکنیم ممکنه این قدرت رو از دست بدن. سلام، مهدی وحدتی هستم، مدرس فن بیان و ارتباط مؤثر. به جلسه ششم دوره عزت نفس و روابط و کار بر روی رکن چهارم یعنی زندگی هدفمند خیلی خوش اومدید. قصد داریم که با یک رویکرد جدید نسبت به اهدافمون و کارهامون بتونیم این آموزش رو پیش ببریم و بدونیم که برای داشتن زندگی هدفمند چه کارهایی و چه نگرش‌هایی نیاز هست که در خودمون پرورش بدیم. پس تا انتها با من همراه باشید. در ابتدا برای داشتن زندگی هدفمند ما باید این نگاه رو داشته باشیم که این هدف هست که به ما انگیزه و انرژی لازم رو میده. هر چقدر که هدفی که ما انتخاب میکنیم، اون هدف ما رو بیشتر دچار اشتیاق و همچنین دچار اضطراب کنه، احتمالا همون هدفی هست که به ما انرژی بیشتری هم میده. برای اینکه چه اهدافی رو در زندگیمون انتخاب کنیم، توصیه میکنم که از روش وارن بافت استفاده کنید و 10 تا از اهدافی که بسیار براتون ارزشمند هستند رو بنویسید و سعی کنید که از بین اون اهداف یکی رو که بیشترین علاقه و بیشترین اشتیاق برای رسیدن به اون دارید رو برای خودتون مشخص کنید. وارن بافت پیشنهاد میکنه که تصور کنید که یک چوب جادویی به دست شما داده شده و شما با این چوب جادویی میتونید یکی از اون 10 هدفی که نوشتید رو انتخاب کنید و اون هدف همون لحظه به سرانجام برسه و به شما داده بشه و ببینید که کدوم یکی از این اهدافی که نوشتید رو دوست دارید و علاقه‌مندید که بهش برسید و اون چوب جادوییتون و اون انتخابتون رو خرج اون هدف کنید. چنین فکر میکنم میتونیم که بهترین هدف خودمون رو در زندگی پیدا کنیم و ببینیم که کدوم هدف هست که ما فی‌الواقع برای رسیدن به اون اشتیاق و هیجان لازم رو داریم. این کار باعث میشه که ما اون انگیزه و اون انرژی لازم برای رسیدن به اهدافمون رو پیدا بکنیم. و در نهایت بعد از اینکه هدف اصلی خودمون رو پیدا کردیم، باید بدونیم که برای رسیدن به اهداف باید یک رویکرد بالغانه نسبت به اهداف داشته باشیم. یعنی بدونیم که ما برای رسیدن به این اهداف نیازمند هست که یک کارهایی رو انجام بدیم و یک سری اهداف کوچکتر رو باید پشت سر بگذاریم و بعد از اتمام اونها هست که ما میتونیم به هدف بزرگتر خودمون برسیم. کودک و بالغ تفاوتشون توی همین موارده که فردی که یک رفتار کودکانه برای رسیدن به اهدافش داره، برای رسیدن به سرانجام و برای رسیدن به نتیجه صبر نداره و تلاشی هم فی‌الواقع انجام نمیده، چون یک کودک انسان یک ویژگی و یک شرایطی براش حاکمه که بزرگترها معمولا اون کارهای سخت رو براش انجام میدن و فردی که رفتار کودکانه نسبت به اهدافش داره دقیقا همین ذهنیت رو برای رسیدن به اهداف داره. یعنی تصورش این هست که هیچ کاری انجام نده و تلاشی براش نکنه و فی‌الواقع اون هدف و اون نتیجه مطلوب براش اتفاق بیفته و خیلی درگیر ای کاش ها میشه. ای کاش اینطوری بود، ای کاش این چنین بود.
اما فرد بالغ شرایط اینجا و اکنون خودش رو میسنجه و نگاه میکنه که برای رسیدن به اون هدف از اینجایی که حضور داره چه کارهایی رو باید انجام بده تا به اون نقطه‌ای که مد نظرش هست برسه. پس این مهمترین تفاوت بین کودک و فرد بالغ هست. و یک نکته دیگه‌ای که در این زمینه جا داره بهش بپردازیم که در ارتباطامون خیلی بهمون کمک میکنه، اینه که ما انتظار این که انسان‌های اطرافمون بتونن اهداف ما و نتایج دلخواه ما رو از ذهن ما و از پیشونی ما بخونن نباید داشته باشیم. و به طور مثال خیلی وقتها ما در روابطمون اگر که ناراحت باشیم، اگر که خشمگین باشیم، یک رفتار کودکانه داریم. یعنی بدون این که اون احساس ناخوشایند خودمون رو بیان کنیم، سعی میکنیم که با یک سری رفتارهای غیر مستقیم به طرف مقابلمون نشون بدیم که ناراحت هستیم یا خشمگین هستیم و همچین اتفاقایی. یعنی یک فرد کودک هست که نمیتونه احساساتش رو بیان کنه و به وسیله گریه کردن، به وسیله سکوت کردن، به وسیله قهر کردن سعی داره که احساسات خودش رو به طرف مقابل بیان کنه. اما فردی که رفتار بالغانه داره میتونه در شرایطی که نیاز هست اون احساسات خودش رو بیان کنه تا بتونه به هدف و نتیجه اصلی خودش که داشتن یک زندگی بهتر هست برسه. و این بسیار مهمه که ما در روابطمون و برای رسیدن به اهدافمون سعی کنیم که یک رویکرد بالغانه داشته باشیم و صحبت‌ها و احساسات خودمون رو بیان کنیم، به وسیله کلمات اونها رو بیان کنیم. مورد بعدی که تفاوت بین بالغ و کودک هست اینه که فرد بالغ هزینه و فایده میکنه. یعنی کارهایی که انجام میده رو هزینهش رو میسنجه که چقدر هزینه، چقدر زمان، چقدر انرژی برای انجام دادن اون اهداف داره میذاره و در نهایت این هدف چه نتیجه و چه فوایدی برای اون در حال و در آینده داره. کودک نمیتونه اینها رو خوب ارزیابی کنه، کارهایی رو انجام میده که شاید در آینده به ضررش انجام بشه. اما فرد بالغ میتونه این محاسبات رو برای خودش انجام بده و ببینه که آیا کارهایی که در حال انجام دادنشون هست در آینده به نتیجه خوبی میرسن و به شخصیتش در آینده آیا آسیبی نمیرسونن. و این تفاوت رو اگر که خوب بتونیم در اهدافمون پیاده کنیم، فی‌الواقع میتونیم بالغانه تر رفتار کنیم و برای انتخاب اهداف خوبمون و انتخاب اهداف درستمون بسیار میتونه به ما کمک کنه. بعد از اینکه بهترین هدف خودمون و اون هدفی که فی‌الواقع بیشترین انرژی رو به ما میده پیدا کردیم و یک رفتار بالغانه نسبت به رسیدن اون داشتیم، اینجا میرسیم به مرحله‌ای که باید ملموس سازی اون هدف رو در ذهن خودمون انجام بدیم. و این پروسه ملموس سازی روش‌های خیلی متفاوتی داره و شاید ما خیلی هاشو انجام بدیم برامون نتیجه بده و من اینجا میخوام از یک تکنیک خیلی خوب به شما توصیه کنم که از یک تکنیک خوب استفاده کنید و اون هم تکنیک استفاده از گل رز هست. همونطوری که اسمش روش هست، شما یک شاخه گل رز رو انتخاب میکنید و سعی میکنید که در ابتدا اون رو به صورت دقیق و خوب مشاهده کنید. یعنی توسط حس بینایی خودتون با دقت رنگ‌ها، فراز و فرودها و هر گونه جزئیاتی که از این گل رز میتونید ببینید رو خیلی خوب و دقیق مشاهده کنید. سعی کنید که گل رز رو بو کنید، با حس بویایی خودتون هم اون گل رز رو لمس کنید. سعی کنید که به وسیله حس لامستون شاخ و برگ و گلبرگ های این گل رز رو خوب لمس کنید. حتی اگر نیاز هست میتونید اون گل رز رو در نزدیکی گوش خودتون قرار بدید و با لمس کردنش اون حس و اون صدایی که از اون لمس شما از اون گل رز دارید رو به وسیله قوه شنوایی خودتون رو هم حس کنید و در نهایت سعی کنید که
کاملا به طور دقیق اون گل رز رو مشاهده کنید و بعد از اینکه خیلی خوب توسط حواس پنجگانتون گل رز رو مشاهده کردید، چشمان خودتون رو ببندید و اون خاطره و اون احساسی که از دیدن و مشاهده گل رز داشتید رو دوباره متصور بشید. سعی کنید اون گل رز رو دوباره تصور کنید و با جزئیات اون کارهایی که با اون شاخه گل رز انجام دادید رو دوباره تکرار کنید. همه این پروسه در این بخش دوم در ذهن شما داره اتفاق میفته. چرا ما این تکنیک رو پیشنهاد میکنیم؟ چون فی‌الواقع تصویر گل رز یک تصویر خوبی در ذهن همه ما انسان هاست و فی‌الواقع احساس خوبی به ما میده که ما بتونیم این عنصر زیبای زندگیمون رو ببینیم و این بوی خوش گل رز خودش باعث میشه که احساس ما نسبت به این تمرین احساس بهتری باشه و این نکات رو میگم که شما با هر چیزی میتونید این تمرین رو انجام بدین. صرفا حتما نیاز نیست که از یک گل رز استفاده کنید، با هر چیزی میتونید این تمرین رو انجام بدید و توسط حواس پنجگانتون در ابتدا یک بار ببینیدش و اون رو توی ذهنتون متصور بشید. این کار باعث میشه که تمرین ملموس سازی خیلی خوب اتفاق بیفته و بعد از اون شما سعی کنید اون اهدافی که دارید رو به همین تکنیک توی ذهن خودتون متصور بشید و اگر که نیاز هست میتونید اون اهدافتون قابل لمس هست، قابل خریداری هست، میتونید توی مغازه ها ببینید، میتونید دست دیگر انسان ها ببینید، اون هدف خودتون رو خوب لمس کنید، یه مقدار راجبش فیلم ببینید، یه مقدار راجبش عکس ببینید و سعی کنید مشاهده کنید و بعد اون رو توی ذهنتون متصور بشید و زمانی که این هدف رو توی ذهنتون متصور میشید با این روی کرد نگاهش کنید که اون هدف مال شماست و اون هدف رو دارید. سعی کنید تصاویر رو در ذهن خودتون رنگی کنید. اگر تصاویر سیاه و سفید باشن فی‌الواقع ذهنیت خوبی نسبت به تصاویر ذهنیت خودتون ندارید و اون مغز ما احساس میکنه که برای رسیدن به اون هدف شاید ناتوان باشه. پس سعی کنید حتما تصاویر ذهنی خودتون رو رنگی کنید و تا جایی که امکان داره اون تصاویر سیاه و سفید رو در تصاویر رنگی خودتون محو کنید و تصاویر رنگی رو پررنگتر، پرنورتر و با کنتراست بالاتری انجام بدید که این پروسه ملموس سازی خوب اتفاق بیفته و بعد از اون میتونید حتی به وسیله نوشتن اهداف خودتون رو و اون چیزی که مشاهده کردید رو بنویسید که خیلی بهتر بتونه در ذهن شما مجسم بشه و سعی کنید این پروسه رو بارها و بارها انجام بدید. در نکاتی و در کتاب‌هایی من خوندم و خودم شاید هنوز اون رو انجام ندادم که خیلی خوبه که بتونیم مثلا 15 بار اون هدف رو در ذهن خودمون مجسم کنیم و هر بار اون هدف رو کامل کردیم رهاش کنیم، دوباره یک بار دیگه این کار رو 15 بار انجام بدیم تا به قولی مغز ما بتونه اون قدرت پردازش هدف خودمون رو بهتر و کاملتر کنه. اینجاست که یه سوال پیش میاد: چرا نوشتن اینقدر در راستای رسیدن به اهداف اهمیت داره؟ چرا اینقدر به ما میگن بنویسید تا اتفاق بیفتد؟ اینجا باید به یک نکته خیلی مهم در راستای رسیدن به اهداف برسیم. زمانی که ما هدفی رو انتخاب میکنیم 3 عملکرد وجودی ما باید در راستای رسیدن به اون هدف هماهنگ بشن و با هم هماهنگ کار کنن. یعنی مغز، قلب و احساس و بدن ما باید در یک راستا قرار بگیرن و همسو بشن با هدف ما. تصور کنید شرکتی رو که یک مدیر داره که وظیفش تصمیم گیری ها و انتخاب هایی که شرکت باید داشته باشه تا به هدف برسه. یک کارمند که کارهای روزانه را انجام میده و یک منشی که وظیفش هماهنگی بین کارهای درون سازمان و ارباب رجوع و بیرون سازمانه. هر کدوم از این افراد اگر در راستای اون اهداف شرکت کارشون رو درست انجام ندن، طبیعی است که اون شرکت به هدف نهایی خودش نمیرسه. فرض کنید که اون مدیر اگر مغز ما باشه که تصمیم گیری ها رو انجام میده، اگر اون منشی
قلب ما باشه که هماهنگی ها رو انجام میده و به ما انرژی میده و اون کارمند که کارهای روزانه رو انجام میده، اگر که در یک راستا قرار نگیرن ما به اون هدف خودمون نمیرسیم یا دیر میرسیم و یا شاید نیازمند این هست که حتی شک کنیم که آیا اون هدف واقعا هدف درستی هست یا خیر. خیلی وقتا ما تصمیم میگیریم بریم باشگاه، تصمیم گیری اتفاق میفته به وسیله مغز ما. قلب ما هم انرژی خیلی خوبی برای رسیدن بهش داره اما بدنمون هماهنگ نمیشه. یا اینکه خیلی وقتها ما کارهایی رو داریم به صورت فیزیکی انجام میدیم اما قلب ما و احساسات درون ما احساسات خوبی نیستن برای رسیدن به اونها. و یا اینکه تفکرات منفی نسبت به اون کار داریم. اینجاست که نیازمند این هستیم که بتونیم هر سه عملکرد درونی خودمون رو، یعنی مغز، قلب و بدنمون رو در یک راستا قرار بدیم و تنها کاری که میتونه به وسیله خیلی خوب و خیلی ساده این کار رو انجام بده نوشتن هست. وقتی که ما می نویسیم فی‌الواقع با مغزمون داریم فکر می کنیم به اون هدف و اون بخش انتخاب ها و پردازش رسیدن به اون هدف توسط مغز ما داره اتفاق میفته. قلب ما شاید مانع بشه و شاید اشتیاق زیادی برای نوشتن داشته باشه و اگر که اشتیاق داشت که کارمون داره درست انجام میشه. اگر که دچار دلخوره و ترس شد، مغز باید شروع به مذاکره کنه با قلب و احساسات ما رو مدیریت کنه که ما شروع به نوشتن کنیم. چون اگر قلب ما رضایت کافی برای نوشتن نداشته باشه هیچ ما شروع نمی کنیم یا می ترسیم یا اتفاقات گذشته رو مرور می کنیم و کار رو عقب می اندازیم و اهمال کاری می کنیم و در نهایت بدن ما و دستهای ما هستن که زمان نوشتن دارن همکاری میکنن و اینجاست که زمانی که شما هدفی رو می نویسید در یک نقطه از زمان مغز و قلب و بدن خودتون رو دارید هماهنگ میکنید با اون هدف و اونجاست که اون معجزه اتفاق میفته و شما اون تخم ابتدایی اون گیاه رو میکارید که در آینده قرار رشد کنه. پس اینجاست که ما به اهمیت نوشتن در اهدافمون میرسیم و باید سعی کنیم برای هماهنگی مغز، احساس و بدنمون در راستای رسیدن به اهدافمون حتما سعی کنیم که اهدافمون رو بنویسیم و این رو به عنوان یک دیسیپلین یا یک عملکردی که نیاز هست در نظر بگیرید، هرچند که امکان داره نوشتن کار ساده‌ای هم نباشه. و در نهایت ما باید یک نگاه نتیجه گرایانه نسبت به رسیدن اهدافمون داشته باشیم. یعنی زمانی که هدفی رو که انتخاب میکنیم ببینیم نتیجه مطلوب ما چی هست و تا زمانی که به نتیجه مطلوب نرسیدیم دست از تلاش بر نداریم. یعنی اون هدف باید یک حالت وسواسگونه برای ما پیدا کنه که هر کاری، هر تصمیم گیری، هر عملی رو که من انجام میدم ببینم که آیا برای رسیدن به اون هدف من کمک میکنه یا کمک نمیکنه. مثل زمانی که ما تصمیم میگیریم میریم باشگاه برای رسیدن به وزن مورد نظرمون، برای رسیدن به فرم مورد نظرمون، کارهایی رو انجام میدیم که شاید قبلا انجام نمیدادیم و شاید یک سری کارها رو که قبلا انجام میدادیم رو دیگه سعی کنیم انجام ندیم. یک سری غذاها رو نمیخوریم، یک سری شاید تصمیم ها و کارها، یک سری مخارج رو سعی میکنیم حذف کنیم و این نگفتن ها در نهایت به من کمک میکنه که یک لایف استایل متفاوت پیدا کنم و یک رویکرد جدید، یک سری عادت های جدیدی در زندگی من پدیدار بشن که من فی‌الواقع میتونم به اون اهداف نهایی خودم برسم. پس این حالت نتیجه گرایانه و اون حالت وسواسگونه رو سعی کنیم در رسیدن به اهدافمون حتما در خودمون تقویت کنیم و این خیلی به من کمک میکنه حتی در روابطم. و مثلا اگر که من یک رابطه ای دارم و سعی دارم که اون رابطه رو به فضای بهتری تبدیلش کنم، اینجاست که با خودم باید بشینم یکم فکر کنم و ببینم که چه کارهایی رو الان انجام میدم که در آینده ممکنه به این رابطه من آسیب بزنه و چه کارهایی رو میتونم انجام بدم
که در نهایت به یک نتیجه مطلوب تری در این رابطه بتونم برسم. و این نه ها و آری ها خیلی کمک میکنه که من بتونم به نتیجه انتهایی خودم چه در روابط چه در رسیدن به اهداف برسم و داشته باشم. خیلی خوشحالم از اینکه تونستیم یک آموزش دیگه داشته باشیم. امیدوارم که بتونه کمک کنه. با یک نگاه جدید سعی کردم که زندگی هدفمند رو آموزش بدم و از تکنیک هایی که شاید زیاد تکرار میشه توی آموزش ها کمی فاصله بگیرم، چون میدونم شاید همه اونها رو بلد باشی و سعی کنم که یک نگاه جدیدی در زندگی هدفمند بتونم بسازم. و در نهایت تا اینجا ما تونستیم که جلسه ششم دوره عزت نفس رو پشت سر بگذاریم. 2 جلسه دیگه احتمالاً داره که بتونیم دوره رو تموم کنیم و بعد از اون میرسیم به دوره اعتماد به نفس و مذاکرات پیشرفته که سعی میکنیم که اونها رو هم در قالب دوره های جداگونه از 0 تا 100 با هم دیگه پیش بریم. خیلی متشکرم که حمایت میکنید و اینکه اگر که دوست دارید با من در این مسیر که یادگیری دوره های عزت نفس، اعتماد به نفس و مذاکره و تکنیک های فن بیان هست، کانال رو دنبال کنید تا بتونید با همدیگه این آموزش ها رو پشت سر بگذاریم. خدا نگهدارتون.